طبیعت پناهگاه ما است، جایی که صداهای واقعی را میشنویم، جایی که نفسهای عمیق کشیدن معنای واقعی خود را پیدا میکنند، جایی که میتوانیم از نو تولد شویم. طبیعت و آغوش طبیعت، استرس ها اونجا رنگ را میبازند، نگرانی ها محو میشوند. طبیعت جایی است که میتوانیم با خود ما و دنیا اطراف ما ارتباط عمیق برقرار کنیم. صدای پرندگان، عطر خاک باران خورده، لمس پوست درختان، همه بخشی از این تجربه ایجادی است. اجازه دهید طبیعت شما را دوباره شارژ کند. اجازه دهید الهام بخش شما باشد. اجازه دهید بخشی از وجودتان را که فراموش کرده دوباره کشف کنید. طبیعت منتظر شماست. فرصت را از دست ندهید. همین الان شروع کن با رفتن با طبیعت، با در آغوش گرفتن و لمس کردن درختان. خود را سر تا پا خالی از افکار منفی بسازید. رفتن به طبیعت برای حس خوب، آرامش درون، آغوش گرفتن درختان، لمس درختان یک امر ضروری بر وجود ماست. فراموش نکنید طبیعت گردی را و حرفای انگیزشی مرا.